جواب احمد مسعود برای عشق عاشقی لطیفه عزیزی و داستان عاشقی لطیفه عزیزی با احمد مسعود رهبر سیاسی کشور. لطیفه عزیزی در کجا زندگی می کند؟ دلیل علاقه وی برای احمد مسعود چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. لطیفه عزیزی هنرمند با استعداد، جوان و ناماشنای کشور است و کارهای هنری خود را از ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. لطیفه عزیزی ترکمن می باشد و تحت حمایت خاص جنرال دوستم و مردم ترکمنش قرار می گرفت. لطیفه عزیزی به یک بارگی نامش در میان هنرمندان جوان گل کرد. لطیفه در داخل و خارج از کشور کنسرت‌های برای علاقمندانش برگزار می کرد و سفرهای هنری به کشورهای دبی، ترکیه و تاجیکستان داشت. لطیفه عزیزی آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و علاقمندانش ثبت و نشر می‌کرد، اما بارها از طرف علاقمندانش نقد و نظر می‌شد. ولی لطیفه عزیزی هیچگاه توجهی برای نقد و نظر علاقمندانش نداشت. لطیفه عزیزی بعد از تحولات رژیمی در کشور به کشور امریکا مهاجرت کرده است و بعد از رفتنش به کشور امریکا کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزیده است. وی در جدیدترین برنامه‌اش که با حفیظ محمدی داشته است بیان کرده: من آنچنانی که باید آواز می‌خواندم نتوانستم آواز بخوانم و به همین دلیل کارهای هنریم را برای مدت متوقف می‌کنم. در دیگر برنامه تلویزیونیش وی برای احمد مسعود رهبر سیاسی مردم پنجشیر ابراز علاقه و عاشقی خود را ابراز کرده است. ولی تاکنون احمد مسعود جوابی برای لطیفه عزیزی نداده است. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.